چطوری حالتون خوبه؟ چه خبره؟ چیکارا میکنید؟ اوضاع زندگی همیشه خوبه؟ بچه اومدی با بازی بلد استرایک اومدیم بچه. حالا من چون خودم تازه بازی رو نصب کردم میخوام با پا به پا از ضعیف به قوی برم، همون بات به پرو. خودتون میدونید بچه. بالا بازی بلد استرایک خیلی دارن خیلی ندارن. حالا جوری که حالا کسی که ندارن توضیح کوچولو بهتون بدم. نخیر بچه رو اول عکس صفحه اومده خود خری. بچه ببینید این بازی یه بازیه که شبیه وارزونه، یعنی شبیه که نیست، خیلی شبیه شه. مثلا وارزون 100% این 70%. خب 30% دیگه شد. حالا خیلی فرق داره و تازه شروع کار این بازی. حالا فکر کنم نزدیک یه سال اینا اومده. سال تولیدش فکر کنم 2020 و 2023 اینا راست. بچه ببینید نمیدونم من چجوری شنیدم 2 سال پیش 1 سال پیش بود. حالا اینا رو بدش بچه. خیلی الان بازی رو ندارین. خب و الان بچه ها اسمش این بالا میاد. حالا دوباره برای اینکه مطمئن شید. خب بچه ها اومدم بهتون. حالا ببینید بچه ها شما رنکتون رو تو بتل بالا ببرید. مولتی فعلا نداریم. مولتی همه خیلی خوبه. مولتی رم نداره. بچه شما بتل که رنگتون رو بالا میبرید یه پلیراتی میفتن که چون شما تازه اولین بارتون رو بازی میکنید یکم سخت زدن میشه، ولی با یه اتچمنت خوب و یکم سطح بازی کوچولو خوب میتونیم بزنیم. حداقل 2-3 تاشون از یه اسکوادشون. اومدم بهتون یه اتچمنت یکش رفت بدم که رو دستش نیست. یعنی نزدیک یه ساعتی نگشتم تو این اتچمنت پیدا کردم. برو بریم برای آموزشش. بچه میید پایین. حالا چون من تازه کارم من مجبورم اینجوری بهتون آموزش بدم. خب بچه این لوله رو میزنی. لوله رو زدین. میدید اینجا بچه ببینید این بالای رنگ طلایی طوره. میبینی یه کوچولو خیلی اندازه خط. خب بچه ببینید این اولین لوله اونو دیدید فکر کنید من اونو گرفتم. فکر نکنید واقعا من اونو گرفتم. عجیبه. دومی اینه. سومی اینه. چهارمی هم که ایم فیکس خودشه. ایمشو عوض نکنید. همون اسکوپشو عوض نکنید. خب آقا برو بریم برای اتچمنت. بچه من که اطمینانم به این اتچمنت 100 تون اطمینانم 100. آره ببین فقط اتچمنت رو ببین. هیدو فقط ببین از راه دور. حالا اگه دستتو کنترل کنی لگد نزنه خیلی خوبه. واقعا از راه دوری 900. خب ایکی مسلما از راه نزدیک نیست. از راه دوره. بچه این ریلودش رو دیدید که چقدر سریع ریلود میکنه؟ ببینید دیگه ریلود حداقل خوبه. ریلودش مثلا شما میتونید حداقل 3 نفر جلوتون افتادن با یه کاور کوچولو مثلا 2 ثانیه 3 ثانیه با یه کاور کوچولو بتونید ریلود کنید. راه دورش رو دیدید. حالا با موومنت راستی هیپ فایرش هم ببینیم دیگه. هیپ فایرمون نشه. هیپ فایر رو فقط. خب ببینید دیگه سطح دیگه من نیاز نیست چیزی بگم دیگه خودتونم میدونین. راستی بچه اگرم دوست دارید این گانو یاد بدم چجوری بگیرید حتما تو کامنت رو بنویسید که 100% اگه ببینم حداقل 5 تا کامنت 4 کامنت نوشته شده یا بیشتر 100% دوباره میگم 100% یاد میدم. یکم برام با موومنت بازی بزنیم. بچه حالا این مشکل اتچمنت نیست بچه. دستم میلرزه لگده. حالا نمیدونم شما راهی دارید. من دوباره میگم من تازه کارم. نمیدونم شما راهی دارید که لگد کمتر بشه یا نه، ولی خب دیگه ببینید دیگه خودتون. من چیزی نمیگم. ببینید این ریلود رو میبینمش.
به خدا که پیشی مو آره. خب الان شاید شما بگید که آقا برشی داداش الان تو الان داداش تو از راه نزدیک ما بهت اعتماد نداریم چون که دست لگد میزنه. خب دستت لگد میزنه تیرا خوب به چیز یارو نمیخوره. ما نمیدونیم که راه دورش یا خوبه یا نه. خب الان اینجا رو ببینید بچه، سعی کردم لگد چیز نشه، ببینید دیگه خوب میزنه، خوبه اتچمنتش. چقدر تعریف کنم دیگه ازش بچه. اصلا نگران اتچمنت نباشید بچه، اتچمنت اوکی، هیچ مشکلی نداره. به قرآن یا حداقل به قرآن نزدیک 10-20 دقیقه فقط براش گشتم. ببینید دیگه بک نیازی نیست چیزی بگم دیگه. اینجا رو دیگه بنازم به این اتش بنازم. خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. دمتون گرم، عشق منید. بای.